خوشحالم که بازم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. امیدوارم امروز لذت ببرید از دیدن این ویدیو. بریم ادامه برنامه رو با هم نگاه کنیم. بله قربان، بله شما مشکل سرا نواب هستم. بله ما پیش که رفتیم جای دیگه اصلا گوش نمیدم که ما چی میگه. خدا خیرتون بده. جانم آره ثبت کردم، پشتی زحمت کشید آورد درب منزل. از قضا ما منزل نبود، برگشت خورده بود اداره دیگه. تا رفتیم پرسجو که بایگانی کجاست تا شدیم که دست تقدیم ما را آورد اینجا خدمت شما. اون قلب ما هستی مشکل چه خدا دست تقدیر ناج آقا، این بخت و بار فلک زده ما بود. خداوند متعال شما را، یعنی ما را، در سر راه شما قرار داده که شما به ما مراجعه کنید. ما کوچیک شما هست، ما مخلص شما هست. صحابی به زحمت مثل نفس میمونی. ما هم که جنازه بیجون، فقط بذار شما استشمام بشی های مشکات. زحمت افتادی قربونت برم، من کوچیک شما هست. براتون های مشکات یک خط ثابت اشتراکی وضع کردم. هر موقع که بخواین میتونین با لگد بیاین تو برنامه و بین صحبت ها شما حرفتون رو بزنید. زحمت افتاد، من کوچیک شما هستم. از این به بعد این برنامه در اختیار شما خواهد کاملا و باطنه. صحابی به زحمت افتادی، ما به این شنود شدن احتیاج داریم. از با اجازه فعلا رفع زحمت شما بشم های مشکل. بزنید من بلند شم کوچیک شما راهنمایی بفرم. چراغ راهنمایی سر چهارراه شلوغی است. خواستم بگم من وقتی قرمز میشم همه وایسادن. امتحان کردم بعضی وقتا زردم هستم باز همه وایسادن. اما یه مأمور راهنمایی روز میاد زیر من ایستاده و اونایی که قرمز ایستادن رو جریمه میکنه. کسی چراغ راهنمایی رو داخل موجود حساب نمیکنه. شما رو از دوست آفتاب پرستم که بنده خدا چند وقت داره نقش لامپ سبز سوخته من بازی میکنه گرفت. به به چقدر اصیل که شما واسه اون موضوع خبیث تماس گرفتی، نه لامپ سبز سوخته خودت. قربونت بشم من تیر چراغ. من زیاد وقت ندارم ببخشید. الان چراغ قرمز میشه. صدای ما رو به پشت چراغ ها برسان. صدای شما رسیده، ما رو آنتنیم آقا. تیر چراغ الو، تیر چراغ الو، صدای شما رسید. میبینم دوباره در ارتباط باش. خدایا ماموران نامامور را از ماموری بیانداز. بله ما حرف خاصی نزدیم. جعفر به مکان مقرر رسیده و منتظر کوثر است. کوثر میآید و جعفر همانند شخصیت نجات دهنده کیهانی طوری روی موتور ایستاده که در فوق‌العاده ترین فرم ایدئال آن شکل تصویر یک ابرقهرمان را برای کوثر خلق می‌کند. Hello friend. محکم بشین. به راه می‌افتد. جعفر آنقدر از لحاظ روحی روانی در خیال راحتی به سر میبرد که یک لحظه موتور را سنگ فرزی در دستش می‌گیرد و می‌رود که کمر ماشین کناریش را ببرد. ناگهان صدای ملودی کوبنده در جعفر و فیلیک شکست ناپذیری اختلال و پرزای گیرنده جعفر را به سمت خود می‌کشد. صدای زنگ گوشی جعفر است. بردی‌ها پشت خط. جانم بردی. جعفری موتور حواست باشه نگیرن، گواهی نامه نداری. خداحافظ. حواسم از مخلص. جعفر میخواهد موتور را مچاله کند که کوثر بداند و بفهمد. Oh my god. کوثر که موهایش تاشه‌ها چند متری به جهات مختلف در هم میپیچد ترافیک نیمه سنگینی در پشت ایجاد کرده و جعفر موتور را گویی به پرادو تشبیه کرده و با بکفایرها و انفجارها در اکسوس نگاه تمام حاضرین در آن نزدیکی را به خود جلب می کند. انگار که بگوید اینجا همش منم که منم. وجود کوثر جعفر را به فراتر از مرزهایش هول می دهد. به نزدیکی خانه کوثرینا رسیدن.
ناگهان سمندی سبز در خیابان هم مسیر است و جعفر تازه تمام ابرقدرت‌هایش و شگفت‌انگیز بودن‌هایش چشمش به سمند می‌افتد، همچون مارگزیده‌ای سر می‌شود و برای یافتن راهی هر عضوش به سوی می‌رود. کوثر میگوید وایسا و جعفر می‌ایستد. کوثر می‌بوسد و می‌رود و جعفر تمام می‌شود. امیدوارم که لذت برده باشید از دیدن این ویدیو و یک لبخندی روی لبان شما شکل گرفته باشه. نهایت تلاش ما شاد بودن بیشتر شماست. خدا نگهدار.